سلام دوستان، خوش اومدیم این ویدیو. کسرا هستم. امروز میخوایم با هم آموزش دو روش برای نفس کشیدن در زیر آب به شما آموزش بدم. بریم که شروع کنیم. Let's go. خب روش اول معجونه که فکر کنم خودش قویش که تقویت شده باشه. آره تقویت شده است، ولی با این معجون درست میشه. میتونین این کار انجام بدین و بتونین ببرین بالا چیه اسمش، تایمش رو ببرین بالا و با این میتونین خیلی راحت توی آب نفس بکشین. این تلفن کنیم. خیلی راحت میتونین نفس بکشین توی آب و بدون هیچ استرسی، ولی تایم داره دیگه. تایمش هم دیگه نمیشه بود بالا. 8 دقیقه فقط است. اگه کمتر از 8 دقیقه بود میتونیم ببریم بالا. بریم سر وقت شماره 2 که چطوری زیر آب نفس بکشیم. شماره 2 که چطور نفس بکشیم توی آب. خب الان به شما دور میگم. اولیش که معجون بود، دومیش قلب دریایه که فکر کنم بعضیاتون بلد نباشین، بعضیاتونم بلد باشین، که من این دو روشی که شما آموزش میدم. اول بذارین اینجوری. قلب دریا هم اینه که آموزششو در آینده شب بدم که چطور قلب دریا رو بسازیم. صدف نیاز داره. خب اینم از قلب دریای ما آماده که میتونیم راحت تو آب نفس بکشیم. حالا خودتون میتونیم ببینین که چه راحت تونستیم نفس بکشیم زیر آب و خیلی هم راحته. حالا اگه این معجون من بره خیلی راحت میتونیم نفس بکشیم. این زامبی هم گیر داده به من. و اگر از اینجا دور بشیم قدرتشو از دست میده. خودتون میتونین ببینین. الان من از اینجا دور بشم، قدرتش هنوز از دست نداده. اگه برم دور قدرتشو داره از دست میده. ببینید ثانیه‌شو خودتون میتونین مشاهده بکنین که داره قدرتشو از دست میده و از دست داد قدرتشو. همینطور که قدرت داره روشناییش هم زیاده. خیلی هم تو روشنایی میتونه به ما کمک بکنه و اینجوری خیلی راحت میتونیم نفس بکشیم هر چقدر که بخوام. دوستان امیدوارم که از این ویدیو خیلی لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد حتما دکمه لایک رو بزنین و سابسکرایب که از همه مهمتر. میتونین با کمک با منو بخواین کمک کنین، میتونین منو سابسکرایب کنین و لایک. اینجوری منو میتونین خیلی راحت حمایت بکنین و من میتونم کیفیت ویدیوامو ببرم بالاتر و بتونم ویدیو بیشتر بذارم و امیدوارم که خوشتونم بیاد. تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.